سلام به همگی. آقا نمیدونم چی تو این زهر ژنو بود که هرچی زمان میگذره لاکردار بیشتر اثر میکنه. کار به اونجا کشیده که سر سیدعلی به کف پاش پنالتی میزنه. از یه طرف این عمو گلابی اومده تو تیویریش تا به خیال خودش آبروداری کنه. امروز اونها با ایرانی وارد یک توافق شده اند که غنیسازی اورانیوم رو با بیش از 9000 سانتریفیوژ، نه 150 تا 160 تا زیر 500 تا که برای خاطر همین پرونده ما رو ارجاع دادن به شورای امنیت. در این روند مذاکرات این حق جمهوری اسلامی ایران به طور عینی و واقعی امروز به رسمیت شناخته شده. حق ولایت به طور عینی و واقعی به رسمیت شناخته شده؟ اگه به رسمیت شناخته شده پس این شربت مداری چی میگه؟ امروزه درباره توازن میان آنچه داده ایم و آنچه گرفته ایم ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. در این باره تیم مذاکره کننده کشورمان تأکید می‌ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شده است، ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می‌کند که این حق در توافقنامه نیامده. منظور از به رسمیت شناخته شدن عینی و واقعی حق ولایت رو متوجه شدید؟ حالا این شما و این ماسمالیزاسیون اولاغچی از توازن داد و ستد سیدعلی تو ژنو. ببینید این توافق محصول مذاکره است و مذاکره نوعی داد و ستد هست، یعنی یک جور دیونته که به اصطلاح شما در طول مذاکره یا در نتیجه مذاکره مواردی رو میدی و مواردی رو میگیری، امتیازاتی رو میدی، امتیازاتی رو میگیری. اگر قرار باشه که فقط بگیری یا که دیگه نیاز مذاکره نیست، اون یه اسم دیگری داره. اولاغچی ما با این بسیجی ها گیج شدن، بالاخره بالا بیار ببینیم کی تو این توافق برنده شده. اگه میخوایم بفهمیم کدوم طرف بیشتر برنده شده باید دید کی بیشتر سر صدا میکنه. اونی که بیشتر سر صدا میکنه معلومه که بیشتر امتیاز داده، که میخواد امتیاز دادن خودش رو با سر صدا و با فضاسازی و با نمیدونم حرفا و تفاسیر مختلف یه جوری پوشش بده و جبران بکنه. با جفتک زدی به خال اولاغچی، زدی به خال. پس علت این سر و صدایی که از استبل ولایت بلند میشه اینه ها؟ میخوان زهرخوری عظما رو بپوشونن؟ اما این طلسم شکستگی ولایت رو نمیشه با سر و صدا پوشون. الان صدایی که تو نظام به گوش میرسه صدای ترق تروق استخونای سیدعلی بعد از چلونده شدن تو زهرخورون ژنو.